و انا همین معرکه های مولود و گذراندن فلان و بسمدان معرکه ها امکانیت خوبی بود برای جمع آمدن مردم و صحبت کردن مردم و حکومت هم که دیگه خوف و خطر داشت گفت که این معرکه ها رو باید از بین برین چون که مردم امکان دارد جمع شوند و یک برای بسر ما بیاین. باور کنید برادر عزیز اینا همه سیاست های از قبل ریخته شده است و از مقامات های مخصوصی بیرون میباید که خب همون رزدیله ایولاست بود تا امروز حالا هیچ کس ایواز نکرده است و امروز هم دوام دارد که میخوان در بین این و آن تفریقه وجود بیارن و حکومت کنن. این دیگه یک چیزی طبیعی است. اینا باید ما و شما فهمیم. لیکن اکایزان ها زمین حکومت خودش سلافی شده دیگه پرنیل استگانی هم مردم نمیمونه که نه سول کنه نه ساز کنه نه چیل کنه همش سلافی شده دیگه بودن. جواب باید بکنم پیش مردم برای سلافی. در اصل همین خیلی است. ولی این ببینید این کارآمده حکومت مقصد و هدفش این نیست که مثلا شما به دین نزدیک شوید. نه اینطور نیست. حکومت این کارا را کرد به خاطری که مردم جمع نداشته باشند، مردم جمعیت نداشته باشند، جمع آمد نداشته باشند و امکان گفتن و صحبت نداشته باشند، امکان فکرانی نداشته باشند. چون که طبق فرمودهای فلسفی و پسیخولوژی وقتی 4 آدم در یک جا جمع شد اونا البته درباره یک موضوع صحبت میکنن و امکان دارد که اون 4 آدم یک هدف معین قطعی بیرون روند و یک کار و فعالیتی انجام دهند. و انا همین معرکه های مولود و گذراندن فلان و بسمدان معرکه ها امکانیت خوبی بود برای جمع آمدن مردم و صحبت کردن مردم و حکومت هم که دیگه خوف و خطر داشت گفت که این معرکه ها رو باید از بین برین چون که مردم امکان دارد جمع شوند و یک برای بسر ما بیاین. و این قرارهای حکومت، این دستورهای حکومت نه به خاطر مثلا سلفی گرایی و نزدیک کردن مردم به دین بود و هدف خودشون رو دنبال میکردن.